بسم الله الرحمن الرحیم. بعد حمد بر خداوند و صلوات بر رسول علیه السلام. السلام علیکم دوستان عزیز. امروز حدیث من باب در بیان مستحب بودن فطر یعنی افطار کردن از برای حاجی ها روز عرفه. عن ام الفضل بنت الحارث ان ناسا تماروا عندها. این حدیث ام فضل دختر حارث یعنی میمونه بنت حارث، یکی از همسران پیامبر علیه السلام ام المؤمنین، روایت میکند که یک گروه از مردم شک کردند در نزدش در چی؟ یوم عرفه فی صیام رسول الله صلی الله علیه و سلم، در روزه داشتن رسول اکرم علیه السلام روز عرفه. فقال بعضهم هو صائم، بعضی از مردم گفتند که رسول الله علیه السلام روزدار هستند. و قال بعضهم لیس بصائم، و بعضی از مردم گفتند نه، رسول اکرم علیه السلام روزدار نیستند. فارسلت الیه بقدح لبن، بعد ام فضل مادر مؤمنان میمونه بنت حارث رضی الله عنها میگویند که من به رسول اکرم علیه السلام یک قدح شیر روان کردم به خاطر سنجیدن، به خاطر معلوم شدن که آیا روزدار هستند یا نیستند. و هو واقف علی بعیره بعرفه، و هنگامی که رسول اکرم علیه السلام واقف بودند در بالای شترشان در عرفه. فشربه، پس رسول اکرم علیه السلام این شیر نوشیدند. از اینجا معلوم شد که رسول اکرم علیه السلام در روز عرفه در وقوف عرفات روزدار نبودند. اگرچند برای غیر حاجی ها، برای کسی که در کشورش هست از حج از حرم بیرون هستند و حاجی نیستند، در عرفه نیستند، روزه برای اونها رسول اکرم علیه السلام گفتند که از الله امید دارم، طلب میکنم که گناه های یک سال گذشته و یک سال آینده را از شما ببخشه، یعنی خطاگی های معده را. اما برای حاجی ها مستحب این بود است که روز عرفه روزه نگیرن و افطار کنن، زیرا که در اونجا در حج در عرفه مشقت زیاد است. برای همین بهتر است، مستحب است که حاجی ها در عرفه روزه شانه بخورند. الله مهربان ما و شما را زیارت خانه خودشه و وقوف عرفات و روضه جناب پیامبر علیه السلام زیارت شه نصیب روزی گردانده باشد. بارک الله فیک.